بعضی از روزا یه سری اتفاقا میفته که در ظاهر خیلی ناراحت کنندن و تو رو از مسیر، از کارت، از هدف دور میکنن، ولی بعدم که فکر میکنی شاید خدا میخواد این مکس رو ایجاد کنه که تو یه ذره استراحت کنی، یه ذره بیشتر فکر کنی، یه ذره دو شارت‌های بهتری بکنی، یه ذره با خودت بیشتر خلوت کنی. اینم گلای محمدیه، باغچه دفترمونه. دوست داشتم که شما هم از دیدنشون لذت ببرید. غنچه هاشون داره باز میشه. برای من خیلی شیرین و لذت بخشه. بعضی سبزیایی هم که کاشتم داره در میاد. ریحون و مرزه کاشتم، نعنا کاشتم، دارن در میان. خیلی لذت بخشه. حتما بهتون توصیه میکنم که لذت سبزیکاری رو به خودتون هدیه بدید و از رشدشون لذت ببرید. بسیار زیبا و شیرینه.